سپس پیچ های پایه یاتاقان را شل میکنیم. اینم پیچ های پایه یاتاقانمون تو 2 عدد پیچ زیر قرار داره، به ترتیب شلشون میکنیم. همونجور که مشاهده میکنید این تسمه خیلی شل هستش و داره به اون لوله‌ای که مشاهده میکنید آسیب میزنه. پس از شل کردن پیچ های پایه یاتاقان با سلام و عرض ادب به احترام. این قطعه‌ای که من ساختمش اسمش ریگلاژور تسمه هست. همونجور که مشاهده میکنید این تسمه فوق العاده شل هستش و داره به این لوله آسیب میزنه. شل بودن تسمه و باعث کج شدن سرامیک روی خط میشه و طرز کار این ریگلاژور به این صورت هست که پس از اینکه ریگلاژور رو روی شاسی خط فیکس کردیم با یک عدد آچار 24 پایه پلاستیکی نگهدارنده یاتاقان را به سمت عقب هل میده این ریگلاژور و باعث صفر شدن تسمه تا حد دلخواهمون میشه. الان همون که مشاهده میکنید در تصاویر پایه یاتاقان داره به سمت عقب حرکت میکنه با این صفر کردن ریگلاژور. و الان همونجور که مشاهده میکنید تسمه به طور کامل صفر شد و از لوله فاصله گرفت کاملا.